طراحی خلقت. بودا میگه انسان در رنج آفریده شد و هدف از خلقت رهایی از رنج با مدیتیشن است، با آگاهی است، با ذهن است. مثلا در رنج آفریدن ببینم چی کار میکنه. به این عبارت ایشون توجه کنید. ایشون میگن که بودا میگه انسان در رنج آفریده شده و هدف از خلقت رهایی از رنج. این فرد که این حرف رو میزنه از روانشناسایی که ادعای تربیتی داره و متاسفانه بدون اینکه آگاهی نسبت به مباحث بودیسم داشته باشه این ادعا رو مطرح میکنه. حالا مدیتیشن چیه که ایشون گفته؟ مدیتیشن از مفاهیم جدیدی که تو معنویت‌های نوظهور دیده میشه، مثل یوگا که یکی از مفاهیم وابسته‌اش مدیتیشن یا همون مراقبه هستش. متاسفانه این افراد بدون اینکه نسبت به برخی از اصطلاحاتی که به کار میبرن آگاهی لازم داشته باشن از اونها استفاده میکنن و این خودش نوعی ترویج معنویت‌های انحرافی و فروه‌های نوظهور محسوب میشه.